نادر مرادزاده یک مقامدار بلندپایه اگنتی نظارت دولتی مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت تاجیکستان با اتهام قلابی و تلاش گرفتن پاره از نزدیکان یک گمانبر در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. منابع رادیوی آزادی در اگنتی و دادستانی روز 26 فوریه گفتند که نادر مرادزاده سردار ریاست نظارت دولتی مواد نشه‌آور در ختلان روز 2 فوریه همراه با 4 زیردستش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند. مقامات رسما حادثه را شرح نمیدهند، ولی به گفته همصحبتان رادیوی آزادی پلکوونیک مرادزاده در تغییر پرونده یک قاچاقبر و گرفتن پاره در حجم بیش از 150,000 سامانی ایودار می شود. او بر اساس ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی یعنی قلابی به مبلغ مخصوصا کلان ایودار می شود. نظر نادر مرادزاده و نزدیکانش به این اتهام معلوم نیست. پرونده او و چند زیردستش را کمیته امنیت ملی و دادستانی کل تحقیق دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقام تفتیشاتی گفت که نادر مرادزاده در همکاری با کارمندان امنیت در ختلان یک قاچاقبر را بازداشت میکنند و تفتیش پرونده آن را بر دوش میگیرند، ولی برخلاف دلیل ها تلاش میکنند تا او را از جوابگری رها سازند یا جرمش را کمتر نشان دهند. حالا نادر مرادزاده در بازداشت کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه نگهداری می شود. عیبی که نسبت به او اعلان شده است از 94,000 سامانی تا بیش از 140,000 سامانی جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. معمولا در تاجیکستان اکثر منصبداران بازداشت شده با سپردن جریمه از جوابگری رها می شوند.